در میان طوفان‌های فراوان و بیکرانی که جان انسان را به سان امواج طوفانی بر هم می‌زند و آرام و قرار را از آن می‌رباید، برای آرام ساختن دل و جان دریاگونه انسان باید دل در گرو دریا نهاد و در وسط آن آرام یافت. اما کدام دریا گنجایش قلب عظیم انسان را دارد که در پی یافتن همه اسرار پیدا و پنهان جهان است؟ گاهی که گرما و تشنگی بر جان انسان خیمه می‌زند و او در بیابان برهوت را گم می‌کند، شاید از دور تصویری از آب برای لحظاتی چشم وی را خیره سازد. اما راستی سراب کجا و اقیانوسی عظیمی کجا که جان جویای انسان به امید آن دل به دریا می‌بندد؟ جان انسان در حقیقت جویای توحید و کنار نهادن خدایان و بت‌های آشکار و پنهانی است که مانند طوفان‌های خانمان برانداز آرام و قرار را از دل و جان انسان می‌ربایند. این سراب و گردابی نیز نمی‌تواند گامین تشنه راستین را سیراب سازد جز اقیانوسی که جان انسان در آن منزل دارد. قرآن اقیانوسی است که خداوند جان و جهان آن را به سان عطیه گرامی مایه هدایت انسان به سوی اقیانوس اصلی ساخته است. لذا بی تردیدی برای التیام همه دردهای ناشی از فقدان و دوری از توحید و آرامش و آسایش آن نزدیکترین و تنها درمان خانه حقیقی قرآن است. من عایشه هستم از ایران و تشکر از همه دستاندرکاران شبکه جهانی رساله حق. خدا نگهدار. با عرض سلام خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار انصاری و تمام دستاندرکاران شبکه وصال حق. من واقعا خوشحالم که امروز چنین شبکه‌های توحیدی را می‌بینیم و من یک جوان 30 ساله هستم که در بیشتر از نصف عمرم به اندازه همین یک سالی که این شبکه آشنا شدم و دیدم، من علم و ادب نیاموختم و یاد نگرفتم. واقعا تشکر میکنم از این برنامه زیبای استاد انصاری که ما را با اینکه اهل سنت بودیم و موحد بودیم بازم آگاهی کامل نداشتیم از دین، از اسلام. واقعا با این روشنگری که با این برنامه هاشون میکنن واقعا تشکر میکنم. و یه چیز دیگه هم رابطه با این آخوندهای جاهل بگم که با این دروغی که میگن، نه اینکه مردم گمراه کنن و فریب بدن، چشم مردم هر روز بازتر روشنتر میکنن. این لازم نیست که استاد انصاری یا استادان دیگری بیاین در برنامه پاسخی از اینا را بدن. همین کافی است که دروغای خودشون دیگریشون از زیر سوال میبره. واقعا آخوندی یه چیزی میگه دیگریش میگه زیدی از اون یکی را زیر سوال میبره و خودشون مسخره میکنن با این حرفاشون. یک میگه اسم حضرت علی در قرآن ذکر شده است، دیگری میگه اگر اسمش در قرآن می اومده ذکر میشید وهابیان قرآن تعریف میکردن، چه کار میکردن، فلان میکردن. این یک با این حرفاش دیگری را زیر سوال میبره. واقعا از این دروغاشون باعث این میشه که مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن، بیشتر روشنگری پیدا کنن. با این دروغاش واقعا مردم یعنی روشن کردن. اگر اینا نبودن، این دروغای از اینا را شما پخش نمی‌کردین، واقعا که مردم سردرگم بدن که با این فریبکاریایی که از اینا داشتن، با این دروغایی که از اینا میگفتن. با تشکر از تمام دستاندرکاران شبکه وصال حق.